اگر 20 سالته این پیام خواهشن جدی بگیر. آینده با کسی شوخی نداره. یک روزی فکر میکردم وقت زیاده، رفیق بازی و خوشگذرونی و مصرف و بدون تعارف الواتی. هی میگفتم باشه از فردا، بعد جمع وقت زیاده بعدا ترک. ولی سالها گذشت و ما امروز جمعه در 50 سالگی سر کارم. نه ای که عاشق کارم، مجبورم. آره این رو میخوام بگم که اگر امروز خودت نسازی، فردا مجبوری هر شرایطی رو تحمل کنی. مصرف نکردن، ول نکردن زندگی پای رفیق بازی، آینده نگری، احترام گذاشتن به موی سفید آیندته. جوانی خرج کردنه، اما عاقلانه خرج نکردنش قسط سنگین پیریه. اگر از الان برای آینده تصمیم درستی نگیری، شک نکن آینده برات 1000 جور تصمیم سخت خواهد بود. اگر از الان برای آینده تصمیم درستی نگیری، شک نکن آینده برات 1000 جور تصمیم سخت خواهد بود.